مقامات قرغیزستان میگویند از روی قضیه گروگانگیری و شکنجه یک شهروند این کشور در تاجیکستان 6 نفر پدر و پسر نبیجان و حکیم نبیف و همچور شهروند قرغیزستان بازداشت شدند. سفارت قرغیزستان در تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که اکجول کولبایف با کمک کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رها گردیده 30 دکبر به قرغیزستان فرستاده شد. خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی روز 5 ینور با کولبایف ملاقات و تفصیلات ماجرا را سوال کرد. در این صحبتش اکجول کولبایف خود را یک صاحبکار معرفی نموده است که 5 سال پیش در زمینه شرکت گولد تور ترانس با نبی نبیف همکاری و دوست شد. با گفته‌اش همکاری آنها تدریجاً به دوستی خانوادگی هم تبدیل گردید، ولی در حادثه روز 14 دکبر سال 2016 به ادعای او مناسبت‌ها رنگ دیگر گرفته است. من با هدف فروش ماشین همر از اوش به خوجند رفتم تا ماشین را با $16,000 فروشم. بعد سنجش حالت تکنیکی ماشین مرا به منزل در شهر خوجند برای گرفتن تحفه بردند و یک شمشیر را نشان دادند که باید آن را به حیث سوغا بگیرم. ولی در لحظه تماشای شمشیر پسری نبیف از پشت سرم ضربه زد. من بیهوش شدم و مرا گروگان گرفتند. سنجیدن درستی همه گفته های کولبایف فعلا امکان ندارد. گمانبران اصلی این حادثه در بازداشت هستند و موقع آنها برای مطبوعات مشخص نیست.